با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان خوب شبکه فیزیک تیوی. امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌ها مورد پسند شما قرار گرفته باشه. قبل از هر چیزی نوروز 1391 رو به تمام کسانی که این عید باستانی رو جشن میگیرن تبریک عرض میکنم. تشکر ویژه‌ای دارم از تمام کسانی که هفته گذشته در مسابقه SMS ما شرکت کردند و همچنین در فیسبوک و از طریق تلفن گویا نظرات، انتقاد و پیشنهادات خودشون رو برای ما ارسال کردن. با همدیگه میریم یک سر به سوال مسابقه SMS این هفته در سال 1391 میزنیم و برمیگردیم تا ادامه برنامه رو دنبال کنیم. مسابقه SMS. عملکرد برنامه فیک در سال 1390 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گزینه 1 خوب، گزینه 2 بد. برای شرکت در مسابقه SMS عدد گزینه مورد نظرتان را حداکثر تا یک شنبه 6 فروردین ماه به شماره 20971 50 550 8155 ارسال نمایید. به یک نفر از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به قید قرعه پکیج مکمل‌های غذایی از طرف شرکت ماسل نوتریشن اهدا خواهد شد. خب سوال مسابقه SMS این هفته هم با همدیگه دیدیم. همچنین متوجه شدین یک نظرسنجی در مورد برنامه فیک هست که یه جورایی عملکرد برنامه فیک رو در سال 1390 رو می‌خوایم ارزیابی بکنیم از طریق شما بینندگان خوب شبکه فیزیک تیوی، به خصوص بینندگان خوب برنامه فیک. یک مژده دارم برای تمام کسانی که برنامه فیک رو الان دارن میبینن و مشتری پرپاقرص برنامه فیک هستن. این هفته ما ویژه‌نامه‌ای رو برای برنامه فیک در نظر گرفتیم در مورد کل سال 1390 اتفاقاتی که در دنیای پرورش‌اندام و فیتنس ایران در یک سال گذشته رخ داد و توی برنامه ما به اون مشکلات یا حالا خوشی‌ها، شادی‌ها پرداختیم و می‌خوایم یه جورایی کلاً همه اینا رو براتون در نظر گرفتیم و به نمایش بذاریم در اولین هفته سال 1391. خب بینندگان عزیز، در سال 1390 اتفاقات عجیب غریبی در کل ورزش ایران به وجود اومد. اولین و بزرگترین اتفاق عجیب 1390 در کل ورزش ایران وزارتخانه شدن ورزش ایران بود که سالیان سال بود به صورت سازمان داشت کار خودش رو دنبال میکرد، ولی به صورت وزارتخانه شد در سال 1390 که کلاً حالا خیلی مخالف و خیلی هم موافق بودن در مورد وزارتخانه شدنش که الان در حال حاضر، یعنی اواخر هفته 1390 هم که مشاهده کردیم که مشکلاتش گریبانگیر پرورش‌اندام و فیتنس ایران هم افتاده. در سال 1390 غم‌ها و شادی‌های زیادی داشتیم. یکی از بزرگترین غم‌هایی که جامعه پرورش‌اندام و پاورلیفتینگ، قوی‌ترین مردان رو به خودش گرفت، فوت ناگهانی روح الله داداشی بود که حالا روحش هم شاد باشه. در سال 1391 یک یادی هم از روح الله داداشی حتما خواهیم کرد و کل داستانی که در سال 1390 افتاد، یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در سال 1391 افتاد، مقام سومی تیمی مسابقات IFBB جهانی توسط تیمی که همراه با امید امیری به هندوستان رفته بودن، یک اتفاق خیلی عجیب بود که در دنیای پرورش‌اندام افتاد و کسی واقعا انتظار نداشت از کسانی که همراه امید امیری به مسابقات میرن یک دفعه در مسابقات جهانی بزرگی مثل IFBB مقام سومی تیمی بیارن. البته تیم خیلی خوبی هم جمع کرده بودن، رفته بودن و ورزشکارای خوبی در این تیم قرار گرفته بودن. آخرین اتفاق بعدی که در سال 1390 افتاد، در اواخر هفته‌های 1390 انجمن شدن فدراسیون پرورش‌اندام و بدنسازی بود که هنوزه جامعه بدنسازی ایران کلا در شوک هست و اینو به نظر من هنوز خیلی‌ها باور نکردن و همینطور که حالا ما در برنامه‌های قبلی خیلی کلا میگفتیم که حالا وزارت شدن ورزش زیاد نمیتونه کمک بکنه و الان داریم میبینیم که کمک خاصی به ورزش بدنسازی نکرده و کلا آقای پورعلی فرد رو خیلی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های مختلف ما
کلا در بررسی و تحلیل قرار دادیم، ولی خب متاسفانه کسی به حرفامون گوش نداد. در هفته گذشته خودتون مشاهده کردین که یکی از بزرگان و پیشکسوتان پرورش اندام ایران، کامران علیشاهی، در مورد آقای پورعلیفرد چه صحبتایی انجام دادن و گفتن که کلا ایشون نمیخواستن که کسی جایگزین خودشون بشه و یه جورایی اولین و آخرین رئیس فدراسیون پرورش اندام ایران هم رقم خورده. ما در این هفته براتون برنامه‌های خیلی جالبی داریم. در پارت‌های مختلف گزارش‌ها و برنامه‌هایی از سال 1390 براتون در نظر گرفتیم. میریم با همدیگه اولین قسمتی رو که براتون آماده کردیم می‌بینیم و برمیگردیم. در اولین برنامه از سری برنامه‌های فیک در سال جدید به بررسی حوادث و اتفاقات دنیای بدنسازی در سال 90 می‌پردازیم. اتفاقات تلخ و شیرینی که اشک‌ها و لبخندهای ما و شما را در سال 90 رقم زدند. ماه پیش که قرار بود انتخابات ریاست فدراسیون پرورش اندام انجام بشه و هنوز که هنوزه در سال 1390 در اوایل سال 90 بحث داغ و البته تکراری انتخابات فدراسیون پرورش اندام مطرح شد و مدیرانی با سابقه و بی سابقه برای نشستن بر کرسی این فدراسیون پیش قدم شدند. ظهور ماسل نوتریشن و تأثیر آن بر دنیای مکمل‌های بدنسازی از دیگر حوادث فروردین ماه 90 بود. ماسل نوتریشن داشتیم. خب یه ساپلمنت جدیدی هست، وارد بازار شده. همیشه ساپلمنت‌های جدید وقتی وارد بازار میشه استقبال خیلی خوبی ازش میکنن. سال مسابقه ربط داره به گرند پریکس فیبو آلمان که هفته گذشته در آلمان برگزار شد. بعد از آن دکستر جکسون 42 ساله در مسابقات گرند پریکس فیبو که در آلمان برگزار میشد به مدال طلا رسید. این صحابه قهرمانان خیلی بزرگی هستن که این اواخر خیلی خوب درخشیدن. مدتی بعد در ایران اهالی ورزش با تغییر سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش شوک بزرگی را متحمل شدند. وزارتخانه جدیدی که حرفا و حدیثای خیلی زیادی در یک ماه گذشته راجبش صحبت شده، در اخبارها و در روزنامه‌های ایران همچنین راجبش خیلی صحبت شده. همونطور که میدونید هفته گذشته در عراق انتخابی تیم ملی برگزار شد که استقبال آنچنانی هم از این مسابقه نشد. برگزاری مسابقات پرورش اندام در عراق و بررسی عملکرد داوران در این رقابت‌ها از جمله موضوعات و برنامه‌های پرمخاطب فیک در سال گذشته بود. انقدر استقبال ضعیف باشه. مربوط به آقای پورعلیفرد، رئیس فدراسیون سابق. همچنین مرد همیشه در صحنه فدراسیون پرورش اندام یعنی ناصر پورعلیفرد و مرور کارنامه او بحث اصلی یکی از برنامه‌های ما بود. در نظر بگیریم می‌بینیم تو این 6 سال آقای ناصر پورعلیفرد برای پرورش اندام چه کارهایی انجام داد. در وزارت تازه تأسیس ورزش و جوانان نیز به سراغ حمید سجادی و عملکرد او در سالهای گذشته رفت. حمید سجادی هر چقدر جلوی پاشون ماله بندازن، همونطور که تو مسابقات بین‌المللی از تمام مانع‌ها با موفقیت گذشتن و قهرمانی را گرفتن، توی قسمت مدیریتشون هم بتونن با مانع‌های بزرگی که من خودم میدونم مانع‌های خیلی زیاد سر راهشون هست، عدم حضور قهرمانان بدنسازی ایران در اردوی تیم ملی و دعواهای IFBB و WPBF نیز جنجال ساز شد. ماه دیگه مسابقات IFBB، مسابقات آسیایی IFBB در مغولستان قرار برگزار بشه و خب تا اونجایی که من خبر دارم تیم خیلی خوبی هم دارن میفرستن با سرپرستی آقای امید امیری که ایشون مسئول IFBB ایران هستن. در حال اینکه با این خبر تکان دهنده اهالی ورزش و مردم گریان شدند. خبر این بود: روح الله داداشی به قتل رسید. ساده، کوتاه و تلخ. متاسفانه در این هفته، در یک شنبه همین هفته، یکی از قهرمان‌ها، یکی از پهلوان‌های رشته قوی‌ترین مردان و بدنسازی رو ما متاسفانه خیلی خیلی زود از دست دادیم. آقای روح الله داداشی بیشک غم‌بارترین لحظه ورزش ایران در سال 90 مرگ جهان پهلوان داداشی بود، خبری که دوستان و دشمنان او نیز با آن اشک ریختند. در مسابقات قوی‌ترین مردان و مردان آهنین خوب درخشیده بود. متاسفانه شاید تنها خبر قهرمانی پرورش اندام ایران در مسابقات آسیایی IFBB بود که بعد از مرگ روح الله اهالی بدنسازی را تسکین داد. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران در 65مین دوره مسابقات آسیایی به مقام اولی رسید با 4 مدال طلا و 4 مدال نقره و 1 پنجمی در سکوی اول مسابقات ایستاد
و تیم کره جنوبی و ژاپن به ترتیب دوم و سوم شدن. پست ریاست هیئت پرورش‌اندام استان تهران بالاخره انتخاب شد و آقای جعفر مرادی حضور جعفر مرادی در پرورش‌اندام و اعتصاب کمیته فنی فدراسیون نیز در 2 قسمت از برنامه فکر بررسی شد. این شخص به عنوان رئیس هیئت پرورش‌اندام استان تهران انتخاب شد. اعضای کمیته فنی فدراسیون پرورش‌اندام ایران اعتراض کردن یا میشه گفت که اعتصاب کردن و یه جورایی فدراسیون رو همیاری یا همکاری نمی‌کنن و درخواست‌هایی دارن که اعلام کردن که اگر فدراسیون این درخواست‌ها رو انجام نده، این خواسته‌های ما رو برآورده نکنه، دیگه فعالیت تو این فدراسیون نخواهند کرد. امید قهرمانی مس المپیای امسال به 4 نفر هست: فیل هیل، جی کاتلر، برانچ وارن و کای گرین. این پایان سلطه جی کاتلر و قهرمانی فیل هیل مهمترین اتفاق جهان پرورش‌اندام در سال 2011 بود که مورد تحلیل و بررسی ما قرار گرفت. برسن و مقام مس المپیای رو کسب کنند. قرار مسابقات مس المپیای 2011 16 و 17 تاریخ میلادی و قرار برگزار بشه در شهر لاس وگاس در ایالات متحده آمریکا. در ایران در تبریز عدم پوشش خبری مسابقات پرورش‌اندام تبریز که همزمان با دربی تهران انجام میشد مسئله‌ای بود که اعتراض اکثر اهالی و طرفداران پراپا و قرص دنیای بدنسازی را به همراه داشت. همچنین کارشناسان و مجری برنامه و در فیسبوک هم کسی از این مسابقات خبری اعلام نکرد. شرکت‌های تولیدی مکمل‌های غذایی در ایران در یکی از برنامه‌ها تحلیل مکمل‌های غذایی در داخل ایران و اثرات این مکمل‌ها بر دنیای ورزش به خصوص بدنسازی مطرح شد. شرکت‌ها آیا کیفیت لازم رو دارن نسبت به شرکت‌های اروپایی یا حتی آمریکایی یا نه؟ کسب مقام سوم تیم ایران در مسابقات جهانی IFBB رسیدن که از این 6 نفر یه دونه طلا داشتیم، 2 تا نقره داشتیم و 2 تا برنز، یه پنجمی و یک ششمی که در نتیجه تیمی کلاً به مقام سوم رسید. و نهایتاً انتصاب کاظمی آشتیانی به عنوان سرپرست فدراسیون پرورش‌اندام از مهمترین اتفاقات نیمه دوم سال 90. جواد کاظمی آشتیانی در یکی از برنامه‌های جنجالی فکر مورد بررسی و انتقاد مجری برنامه قرار گرفت تا عملکرد این فرد ناشناخته و ناآشنا در فدراسیون پرورش‌اندام بررسی شود. داستان‌های داوری در ایران کلاً همیشه بوده، در هر رشته‌ای هم هست. مسائل داوری نیز در دنیای بدنسازی مانند اکثر رشته‌های ورزشی مشکلات و معضلات زیادی را به همراه آورده است و بررسی کیفیت داوران و نحوه داوری در مسابقات مختلف از جمله بحث‌های جذاب در یکی از قسمت‌های برنامه فکر بود. مسابقات کشوری که هر سال در بهمن ماه برگزار میشه، بهمن ماه سال 90 مسابقات پرورش‌اندام قهرمانی کشور در اصفهان برگزار شد و برنامه فکر مانند سایر رقابت‌های مختلف به این موضوع پرداخت. در هر استان و هر شهری برگزار میشه که امسال به میزبانی استان اصفهان و در شهر اصفهان این مسابقات داره برگزار. اما در روزهای پایانی سال 90 خبر تبدیل شدن فدراسیون پرورش‌اندام به انجمن پرورش‌اندام باعث اعتراض، تجمع و بیانیه بزرگان و مسئولین این فدراسیون شد و سال 90 را به کام دوستداران بدنسازی تلخ کرد. دقیقاً اگر اشتباه نکنم شنبه یک شنبه دیگه 100% اوکی شد که فدراسیون پرورش‌اندام بدنسازی ایران و به صورت انجمن از این بعد کار خودش رو سال 1390 با مسئله انتخابات فدراسیون پرورش‌اندام آغاز شد و با تراژدی انحلال این فدراسیون به پایان رسید. خب اتفاقات سال 1390 رو تقریبا میشه گفت که با همدیگه دیدیم. جای نید با من باشید، در پارت بعدی گزارش‌ها و تصاویر دیدنی داریم که در سال 1390 در برنامه فکر اتفاق افتاده. تا پارت بعدی.